ما با روسیه از راه سیاسی و دیپلماتیک برخورد خواهیم کرد. این کار را در هر جایی که میتوانیم انجام خواهیم داد. در صورتی که روسیه مغایر با قوانین بین المللی عمل کند و یا حاکمیت ملی کشورهای دیگر را در نظر نگیرد، ما مانع آن خواهیم شد. به گونه مثال، سرازیر شدن هر نوع سلاح از یک کشور خارجی تخطی از قانون بین المللی به شمار می رود. ما به جمع‌آوری گزارش‌ها در مورد این کمک ادامه خواهیم داد و البته ما شاهد بودیم که روسیه خواسته به طالبان مشروعیت بدهد. این کار اواخر سال گذشته صورت گرفته که آغازگر این روند بوده است. و البته چیزی که وزیر دفاع هم گفت، ما از هر کسی که برای پیشبرد روند مصالحه با ما کمک می‌کند حمایت می‌کنیم. اما مسلح سازی، برخورد خصمانه و یا مشروعیت بخشیدن به طرف متخاصم به کسانی که دائما حملات را انجام می‌دهند مانند حمله دو روز پیش در مزار شریف، هیچ گونه راه برای پیشبرد مذاکرات صلح‌آمیز نیست.